سلام بچه، خوش اومدید به اتچمنت گاد کیارم این سیزن. خب بچه ها یه همه راجع به این بگم. بچه ها وان شات خالص، اول اینو بهتون میگم وان شات تضمینی، یعنی وان شات اگه نکرد ببین زیر ویدیو من هیچ ویل کد دیگه داشت. خب بچه ها همین گیم پلی میبینیم. بچه ها شاقالاقی میزنه، شاقالاقی زد، نه جدا از شوخی. بچه ها ببین تک بدارش خاصی، ببینید رو هوا زد طرفو. بچه نگاه کنیم فاصله ها بچه ولی یه چیزی بهتون میگم، کیارم کلن تو تمام سیزن ها وان شات بوده، ولی چون آندرریتد بوده زیاد نمیدیدن. تو همه سیزن ها هم که دیگه نمیشه گفت، یکی دو تا نبود. حالا بچه ها نگاه کنین ولی بچه کیارم اول مثلا کیارم رو زمین نمیگم، اما کیارمی که اتچمنت داشته باشه مثل این حال جد از شوخی. بچه ها نگاه کنین شاقالاقی بچه وان شات لیش بینید. حالا بچه نگاه کنین تمام این شات تو یه مچ زده شده. بچه نگاه کنین شاتو بگی. البته بچه از یه جا به بعد که وارد ایزوله میشیم، یعنی از اینجا دیگه کلا مچ تفاوت پیدا میکنه و اینم باز همونه. ببینیم بچه نگاه کنین تو رو قرآن ببینین اینا گیم پلی رفیق کسخل منه. خب بچه ها بفرمایید نظر اتچمنت تا ویدیو بعدی.